با دیدن این ویدیو میتونی علت درد مچ دستت رو بر اساس نقطه‌ای که درد میکنه تشخیص بدی. نه فقط برای خودت بلکه برای همه اطرافیانت میتونی این دانش رو استفاده کنی. تازه نیازی نیست پیش دکتر بری، لازم نیست پولی خرج کنی، اما ممکنه پیش دکتر رفته باشی و نسبت به تشخیصش یه خورده مردد باشی و شک داشته باشی. این ویدیو میتونه شکت رو برطرف کنه. به علاوه اون من درمانهای این مشکلات رو هم به صورت خلاصه بهشون اشاره میکنم. اما هر کدوم از این مشکلات که داشتی توی کامنت ها بنویس. هر کدوم که کامنت بیشتری بگیره من ویدیو جداگونه برای درمان کاملتر هم درست میکنم. سلام، خیلی خوش اومدی. من دکتر نیما هستم، پزشک عمومی، و سعی میکنم برای کسایی که امکان اینو ندارن که سریع و راحت به پزشک مراجعه کنن راه‌های درمانی و تشخیصی و به صورت بسیار ساده آموزش بدم. برای اینکه دید بهتری داشته باشی من یه دوربین اضافه هم آوردم که از بالا این عکس‌ها و مچ دستم رو میتونی ببینی. قبل از اینکه بریم سراغ دردها یه نگاه کوچیکی به آناتومی مچ دست بنداز. همونطور که میبینی مچ دست از استخوان‌های ریز بسیار زیادی تشکیل شده که بعدش 5 استخوان کف دست بهش اضافه میشن و بعدش انگشتا. یه نکته جالبی که بهت بگم، به این ناحیه میگن No Man Land، یا اگه بخوام ترجمه کنم شاید بتونم بگم منطقه بی صاحب بشه بهش گفت، به خاطر اینکه این بخش از دست انقدر ظریفه و پر از بافت‌های مختلفه که اگر آسیبی توی این ناحیه ایجاد بشه هیچ جراحی نمیتونه مثل روز اولش بکنه. اما بریم سراغ خود مچ دست که گفتم علاوه بر این استخوان‌های کوچیک استخوان‌های ساعد هم که 2 تا هستن بهش متصل میشن. درد مچ دست شما ممکنه جدید باشه یا قدیمی باشه، یا به قول ما پزشکا حاد باشه یا مزمن باشه. اگر درد شما جدید هست و به خاطر یک ضربه و آسیب به وجود اومده 2 حالت داره، یا مچ دستت شکستگی داره، یا اینکه فقط کشیدگی تاندون داره. اگر دست تغییر شکلی پیدا کرده، مچ تغییر شکل پیدا کرده باشه نسبت به مچ دست مقابل، این میتونه نشون دهنده یک شکستگی باشه. 2 مقدار حرکت. اگر میتونی مچتو تا حد اوکی حرکت بدی ولو با درد، این میتونه کشیدگی تاندون باشه. اما اگر خیلی کم میتونی حرکت بدی و دردت و حرکتت با درد شدیده، این بیشتر به نظر شکستگیه. یه چیز دیگه که میتونه شکستگی و کشیدگی و افتراق بده صداییه که موقع حادثه به گوشت رسیده. اگر صدایی نداشتی یا یه صدای خفیف داشتی به نظر کشیدگی تاندونه. اما اگر صدای قرچ خورده و الان هم که میخوای تکون بدی یه قرچ قروچی میشنوی، این میتونه نشون دهنده این باشه که احتمالاً شکستگی استخوانی داری. و اگر توی دستت بی‌حسی یا سوزن شدن حس میکنی، این هم میتونه نشون دهنده شکستگی باشه بیشتر تا یک کشیدگی. اگه نشونه هایی که گفتم راجع به شکستگی بیشتر داشتی حتما برو پیش دکتر و باید عکس بگیری و ببینی که چه اتفاقی افتاده. اما اگر نشونه ها بیشتر به سمت کشیدگیه، روزی 2-3 بار روی مچ دستت یخ بذار و تا 2-3 روز مچ دستت رو با یک باند ببند. معمولاً بعد از 2-3 روز میبینی که به سمت بهبود داری میری. اما اگر دیدی خوب نمیشی و بدتر داره میشه، ورم زیادی داری، باز برو پیش دکتر. اما بریم سراغ دردهایی که مدت طولانی هستش. میخوام راجع به سندرم تونل کارپ صحبت کنم که این درد هم باعث بی‌حسی و گزگز توی انگشتان میشه، به خصوص توی این 3 تا انگشت. اگر مشکل درد به علاوه گزگز شدن این 3 انگشت و سوزن شدن یا مورمور شدن این 3 تا هست، این نشون دهنده یک بیماریه به نام سندرم تونل کارپ، مخصوصا اگر شبها هم بیشتر میشه. علتش اینه که این تاندونی که اینجا هستش روی این عصبی که داره از اینجا رد میشه و به انگشتا عصب رسانی میکنه فشار میاره و باعث گزگز کردن و مورمور کردنش میشه و حتما باید برای درمانش حرکتی بکنی. علتش چیزای مختلفی میتونه باشه، هم استفاده زیاد میتونه باشه،
هم بیماری‌های مثل دیابت، مثل تیروئید، مثل شکستگی‌های قبلی، مثل کار ظریف زیاد، مثل تایپ کردن و خیاطی کردن، چاقی، بیماری‌های روماتیسمی و حتی حاملگی. برای اینکه تشخیص بدی، مطمئن بشی که این بیماری رو داری، 2 تا تست میتونی انجام بدی. یک تست فالن هستش. دستاتو اینجوری به هم میچسبونی و 1 دقیقه نگه میداری. ویدیو رو الان استاپ بزن، 1 دقیقه اینجوری نگه دار. اگر بعد از 1 دقیقه یا 60 ثانیه گزگز زیادی توی این 3 تا انگشت خودت حس کردی، یعنی این بیماری رو داری. یک کار دیگه هم اینه که دستت رو بذاری و ضربه بزنی روی مچ دستت. اگه یهو همون جایی که درد می‌کرد تیر کشید، بازم میتونه نشون دهنده این باشه که شما سندرم تونل کارپ داری. برای درمانش باید مرحله به مرحله جلو بری. مرحله اول اینه که کاری که باعث ایجاد شدن این درد شده رو کم کنی. برای 1-2 هفته از مچبند استفاده کنی که مچ زیاد حرکت نکنه و از داروهای ضد التهاب استفاده کنی. مثلا میتونی ایبوپروفن یا ناپروکسن خوراکی هر 8 ساعت بخوری، یا اینکه از پماد دیکلوفناک یا پیروکسیکام استفاده کنی و هر 8 ساعت روی مچ دستت بزنی، باز با مچبند ببندی. مرحله بعدی درمان، یعنی اگر اینا رو کردی و خوب نشدی، اینه که کورتون به مچ دستت دکتر برات تزریق میکنه و خیلی از این درمان نتیجه میگیرن. اگر این هم نشد، مرحله بعدی جراحیه و این تاندون اینجا بریده میشه و عصب آزاد میشه. اگر هم که علتش حاملگیه که بعد از حاملگی رفع میشه، اما با درمانهای مرحله 1 میتونی خیلی دردت رو کمتر کنی تا دوره حاملگی بگذره. اما بیشترین علتی که ممکنه مچ درد داشته باشه، گرفتگی رگ یا به صورت درست‌تر و علمی‌ترش التهاب تاندون ها هست که میتونه هر جایی از مچ دست اینور و بالا و اینور و وسط وجود داشته باشه. برای که بفهمی مشکل از تاندونت هست یا نه، یکی از نشونه ها اینه که یک جای مشخصی درد میکنه. مثلا ممکنه اینجا درد بکنه، اینجا رو وقتی فشار میدی درد بیشتر میشه و اگر در یک سری حرکات خاص دردت بیشتر میشه، نشون دهنده التهاب تاندونه. مثلا باز کردن در قوطی ممکنه برای شما در یک ناحیه‌ای درد ایجاد کنه، همون ناحیه رو فشارم بدی یا بزنی روش هم درد ایجاد کنه. این نشون دهنده التهاب تاندونه که باعث میشه قدرت دستت هم کم بشه و ممکنه یه خورده ورم هم وجود داشته باشه. توی این عکس میتونی انواع تاندون هایی که از مچ دست داره رد میشه رو ببینی. یک عالمه تاندون از مچ دست ما عبور میکنه به خاطر اینکه حرکات انگشت خیلی ضعیفه و در جهات‌های مختلفیه. پس هر جای مچت میتونه درد داشته باشه و به این علائم باید دقت کنی. یکی از بیشترین تاندون هایی که درد میگیره تاندون شسته، چون شست زیاد کار میکنه و دردش روی این نواحی حس میشه. یه تستی داره به نام تست فینکلشتاین. این شستت رو میبری داخل، انگشتا رو میاری روش و به سمت پایین خم میکنی، یا از کسی میخوای به سمت پایین برات خم کنه. اگر درد شدید و تیزی توی این ناحیه گرفتی، یعنی تاندون شستت ملتهب شده. اما همین درد رو ممکنه در نقطه بالا، در نقطه سمت انگشت کوچیک و این سمت هم در نقطه انگشت کوچیک شست یا این وسط داشته باشی. بیشتر به علائمی که گفتم توجه کن. این درد حتی خود به خود هم میتونه خوب بشه، اما مهم اینه که علتش رو بدونی، یعنی علتش رو پیدا کنی. هم میتونه در ورزشکاران که زیاد از مچ دستشون استفاده میکنن باشه، هم کسایی که کار ظریف میکنن یا ناگهانی فشار کار رو زیاد کردن، هم در خانم‌های حامله، هم در کسایی که بیماری‌های داخلی مثل دیابت دارن. باید از مچبند استفاده کنی که حرکات مچ دستت رو کم بکنه. چند روز اول کامل میبندی حتی توی خواب و در روزهای بعدی مدت استفاده رو کم میکنی. مثلا روزی میکنی 12 ساعت، بعد میکنی روزی 6 ساعت و کمتر. در حین این کار از داروهای ضد التهاب هم استفاده میکنی. مثلا مسکن‌هایی مثل ایبوپروفن و ناپروکسن رو هر 8 ساعت استفاده کن، یا اگر نمیتونی قرص بخوری، پماد پیروکسیکام یا دیکلوفناک رو هر 8 ساعت بمال و دوباره مچ دستتو ببند. با این درمان هایی که گفتم زیر 6 هفته معمولا التهاب یک تاندون خوب میشه. اگر خوب نشد معمولا یکی از علتاش اینه که به مقدار کافی استراحت ندادی. اما ممکنه بگی که من همه رو خوب رعایت کردم، 6 هفته هم گذشته و خوب نشده.
اینجا بهتر یک آزمایش بدی، چون ممکنه یک علت زمینه‌ای مثل دیابت باعث دردت شده باشه و ممکنه بعضی وقتا هم این درد به هر صورت خوب نشه و اینجاست که میری سراغ مرحله دوم درمان و تزریق به ناحیه تاندونی که درد میکنه رو یک آمپول کورتونی میزنن و معمولا جواب خیلی خوبی میده. اگر مشکلت به وجود اومدن یک توده یا کیست توی مچ دسته که میتونه جلو یا پشت مچ دست باشه، زیاد جای نگرانی نداره. به اینها میگن کیست های گانگلیونی، بسیار بی خطر هستن و معمولا درد ندارن. اگر درد نداشتی کاری باش نکن. این کیست ها معمولا به مرور زمان خودشون خوب میشن و کیست معمولا میترکه خودش به مرور زمان و با فعالیت هایی که انجام میدی. قدیم ها این کیست ها رو به زور میترکوندن و حتی اسمش رو شده بود کیست های انجیلی، چون معمولا با یک کتاب سنگین مثل انجیل محکم میزدن روش و این کیست ها رو میترکوندن. اصلا لازم نیست این کار بکنی. این کیست ها تو این شرایط با این کارا معمولا عود بیشتری دارن. اما اگر درد داشتی لازمه که 6 هفته یک مچبند سفت ببندی تا این توده تحت فشار قرار بگیره، جمع بشه و دردش کمتر بشه. همونطور که گفتم بی خطر و بی درد هستن، اما برای بهبود سریعترش میتونی پیش پزشک مراجعه کنی و پزشک این مایع درونش رو میکشه، معمولا یک داروی کورتونی هم بهش تزریق میکنه و روند بهبود رو سریعتر میکنه. چون بی خطره معمولا جراحیش نمیکنیم، اما بهترین راه درمان اینه که جراحی بشه، چون تو جراحی میرن و این کیست رو از ریشه میبرن. هرچند که توی جراحی هم احتمال اینکه بعداً عود پیدا کنه وجود داره. پس تا جایی که میتونی سعی کن باهاش کنار بیای تا خودش خوب بشه. 2 علت درد خیلی مهم در مچ، آرتروز و روماتیسمه. هر دو اینها باعث درد منتشر توی دست میشن. یعنی دیگه درد شما به صورت نقطه‌ای نیست که یه نقطه رو نشون بدی یا یه انگشت خاصی رو نشون بدی، بلکه کل مچ دست درد میکنه. آرتروز معمولا در کسایی به وجود میاد که قبلا سابقه آسیب به دست به مچشون وجود داشته، مثلا یک شکستگی داشتن که حالا باعث دردشون شده. بیشتر آرتروز شست رو درگیر میکنه چون بیشترین حرکت رو داره و این ناحیه بیشتر از همه دچار آرتروز میشه. یکی از تفاوت‌هایی که آرتروز با روماتیسم داره اینه که توی هر دوتاشون صبح‌ها درد بیشتره، اما توی آرتروز فقط نیم ساعت این درد زیاده و بعد کم میشه. اما توی روماتیسم این درد ممکنه 1 تا 2 ساعت همراه با خشکی در صبح فرد رو اذیت بکنه. اگر مشکل تو روماتیسمی باشه معمولا هر دو تا مچ دستت با هم درد میگیره، اما توی آرتروز معمولا فقط یک مچ، اون مچی که آسیب دیده بوده یا بیشتر استفاده کردی ازش، دردناک میشه. علاوه بر این در روماتیسم ممکنه مچ دستت قرمزی و گرما و این مقدار تورم هم داشته باشه، علاوه بر اینکه دو طرف است و با علائم سیستمیک همراهی داره. یعنی کل بدنت ممکنه علائمی داشته باشی، مثلا تب داشته باشی، خشکی بدن داشته باشی و غیره. برای تشخیص آرتروز یک عکس رادیوگرافی مثل این، البته به صورت سیاه‌سفید لازمه، ولی برای روماتیسم علاوه بر عکس لازمه که آزمایش خون روماتیسم هم انجام بدی. اگه تا اینجای ویدیو نگاه کردی و فکر میکنی که علائم درد مچ دستت به هیچ کدوم از این چیزایی که من گفتم نمیخوره، نه استخونیه، نه تاندونیه و نه هیچ کدوم دیگه، ممکنه مشکلت از این چیزایی که میخوام بگم باشه. یکی از مهمترین چیزایی که باعث درد مچ دست میشه کمبود ویتامین دیه. اگر ویتامین دی میخوری، یکم ویتامین دی تو میتونی بیشتر کنی و همراه منیزیم استفاده کنی. اگر ویتامین دی نمیخوری بهتره که استفاده کنی. یک ویدیوی خیلی خوب و جدید راجع به اینکه چطور باید ویتامین دی به مقدار کافی مصرف کرد ساختم، اینو حتما میتونی نگاه کنی. و کلا چیزی که ما قبلا ویتامین دی رو توصیه میکردیم الان کاملا عوض شده و به یک سبک جدید باید استفاده بشه که بسیار کمتر از اون چیزیه که قبلا فکرشو میکردیم. اگر مشکل ویتامین دی نداری، ویتامین دی به مقدار کافی هست، ممکنه دیسک های شانه، دیسک گردن یا مشکل از شانه باشه که به مچ دستت میزنه. سعی کنید توی محیط کارتون حتما یک فضای ارگونومیک و مناسب
کار داشته باشید، مناسب هماهنگ با بدن انسان داشته باشید که فشار به شونه، گردن و مچ نیاد. و اگر هیچ کدوم از اینها نبود، حتما یک آزمایش چکاپ کامل بده که نه مبادا تیرویدی، دیابتی، چیزی توی بدنت کم باشه. اگر در ایران هستید من میتونم نسخه چکاپ کامل براتون از هر جایی که هستید بزنم و توی محل زندگیتون انجام بدید و برای من بفرستید تا براتون تفسیر کنم. اگر این رو میخوای حتما از طریق اینستاگرام دایرکت میتونی با من در تماس باشی که آدرس اینستاگرام توی قسمت توضیحات هست. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودی. امیدوارم که من هم به تو کمک کرده باشم. یاد نره که من کلی ویدیو راجع به دردهای اسکلتی و عضلانی دارم، میتونی حتما اونها رو نگاه کنی که اگر دردی داری حتما برطرف بشه، زندگی راحت تری داشته باشی. اگر هم مشکلی داری که ما راجعش ویدیو نداریم، حتما کامنت بذار که راجعش درست بکنم. مرسی، خداحافظ.